لباس‌ها رو ببینید چقدر زیباست. چقدر زیباست. و چرا ما از همین زیبایی ها ناشکری میکنیم؟ این خیلی طایفه مردم ناشکر بنده ها میگوید. وطن ما را دوست داریم، صدقاً دوست داریم، زبان منقطع نی، قلب منقطع دوست داریم. بی‌طرفی نکنیم، درویگی نکنیم. یک سال ما کردیم سالهای 90 بچه آورده رسان. جوانا، دختران، بچه‌ام خانید. دخترها فکر نکنید که شما شوهر میکنید زندگی خودش بیره. نه، برعکس. سواد شما در کار، در عائله حتی سواد در کار. حالا تکنولوژی برآمده است در روزگار عائله داری که اگر سواد نداشته باشی کار فرموده نمیتوانی. باوری کامل دارم آینده تاجیکستان درخشان است.